тантанаи 20 سالگرد تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را چون افسران و سربازان سرتاسر کشور، افسران و سربازان قسم حربی 0409 در قلعه خون بوده سرریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی مملکت، مسئولین قشون‌های سرحدی در پیشگاه قسم حربی با افتخار و شکرگزاری از همبستگی و یگانگی، توجه خاص پیشوای معظم ملت، حکومت مملکت و تحکیم نیروی مدافعوی کشور، حفظ دستاوردهای استقلالیت، تامین آسایشتگی روزگار، حمایت مرز و بوم وطن و فراهمسازی شرایط مساعد خدمت شایسته مادر وطن با شکوه و خاطرمان استقبال نمودند. پراکنده لشکر ناید بر کار 200 مرد جنگی به از 100,000. ما با این معنی گفتنی داریم که در حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده مردانوار خود را گذاشته میتوانیم. ابتدا مرزبانان شجاع وطن را راهبریت قسم حربی به عید وطن تبریک گفته اظهار داشتند که با نگاه نیک از توجه سرفرمانده عالی قوای مسلح تاجیکستان، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت امام علی رحمان، قشون‌های سرحدی امنیت ملی کشور طی 27 سال ارزی وجود داشتن در قسمت‌های سرحدی در حفظ مرز و بوم کشور بهشت‌آسایمان تاجیکستان دستاورد و پیشرفت‌های نظررس و سودمند موفق گشتند. تقدیم افتخارنامه و تحفه‌های راهبریت قسم حربی باعث خوشنودی ادانه سربازان گردید. ما سرحدبانان اتریاد سرحدی درواز برای محافظت حفظ بوم وطن جان خود را دریغ نمی‌داریم. ادامه همایش در تگ چنار درواز با اشتراک مردم صاحب فضیلت دیار جریان گرفته. ابتدا جانشین رئیس ناحیه اهل نشست تنتنه عید وطن را تبریک گفته اظهار داشت که با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز برای حمایت خاک مقدس وطن شرایط خدمت در قسم‌های حربی بهتر گردیده. روز تا روز وضع اجتماعی و تعلیمی خدمتچیان حربی از جمله جوانان خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است. امروز جوانان صاحب خرد و روشنروی ما درک می‌نمایند که خدمت در صف قوای مسلح علل خصوص قسم‌های سرحدی در برابر قرض مقدس فرزندی، همچنین مهارت و ملکه هوشیاری سیاسی، متانت و مردانگی را از هر سرباز تقاضا می نماید. به خاطر احترام و اعتماد و ارجگذاری به زحمت و تلاش های افسران و سربازان قسم حربی که در حمایت مرز و بوم کشور قرار دارند از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه درواز با افتخارنامه و تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند. قسم به خاک پاک تو، قسم به عشق پاک تو، و ما یگان مادری به هر همه. سپس چاره‌بینی فرهنگی عبارت از سرود و موسیقی‌های وطن‌دوستی و میهن‌پرستی در اجرای سراینده‌های محبوب درواز منظور مهمانان و اشتراکچیان همایش گردانیده شد. سنبول رمزی عشقم سحر بلبل بری گل نالم